بس کنین پس زنی ملت بس کنین ای مردمی توجیک هیچ یگم چچن یگم انگوش یگم خریز قزاق نمیرسه کم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانای محترم، نواساکو و حواساکوی قند بوبوش، سلام علیکم. و مادران، خواهران، مادران و خواهران غریب، خدا نگهبانتون باشه. بسیار مادران صحبت میکنن میگن چرا درباره زنها و مادرها گپ نمیزنی؟ درباره زنها و مادرها چقدر که ما سخن گوییم کمه. درباره زن و مادر و خواهرها سخنها گفتن مشکله، برای که ما وقتی تولد شدن از مادر تولد میشیم تا آخر عمر با همراه مادریم و در یاد مادر و وطنیم. به نهایت سخن گفتن مشکله. سخن ها هم هست انشاءالله با امر خدا سخن میکنیم درباره مادرها. و امروز چی گفتنی هستم؟ حاضر ما از مسجد پرسپیک میر نماز خواندیم اومدیم. جدا کمتر جدا صحبت ها شد. چی گفتنی هستم که همین بابایی که حاضر میگین در این روی اکران میبینین شما، بعضی برادران قندم، بعضی نواسکای قندی باباش میگن بابا رو میبینیم تعبم خیره میشه، بابا رو در همین یوتیوب میبینه سرموندر میکنه، بابا رو میبینیم میگیم که همین نباشه در همینجا برای ضعف شو نمیره اولیم تاجیکستان اولیم گپ داره. این فکر شما، فکر جامعه که حاضر ما قدشون بودم، جامعه که قدشون بودم، جامعه مسلمان ها، جامعه که نماز سحر میخوانن، خواندن، نما خواندیم اومدیم اینجا. ما اینجا سخن میگم، شما را که نفوره برین و خیلی یکم جای دیگه تماشا کنید. برادران قم شما هم برادر هستیم، به ما نواسه هستیم، به ما فقط کم طرف گمراه گشته چی بلا بابا را عزت حرمت نمیکنین. میگم بابا تیاری ندیده اومده گفته هست تیاری نیست. با عمدی تیاری دیدن من نشینم، خیلی میشینم صحبت میکنم. تیاری نیست. من حاضر اومدم ما چیتی پرسپیک میر اینم سرش کردم. ما هم خیلی بابا سایت اینترنتی ما هم خیلی تیاری نیست، یکم خیلی چیو نیستن. گام میزنم خیلی دهقانی کرده گام میزنم. خلاصا نماز خوندیم. وجد یک حاجی احمد گفته بود که بلاگر بعد پوتی شیطان گفته که وقتی صحبت کمتر صحبت کردیم که نماز گفتیم در میشه. نماز خوندیم بعد پیش درآمد و حاجی احمد پیش درآمد نماز خوند خیلی ما رو هم گوش کردیم همجدا. بعد همین نماز تیار کرد، همه صلوات رو خوند، ما کار بار نماز خوند وای کرد. همین مرا همین تا خوالویم ده که خوالو همین نماز خوندیم. دیدین چه خیلی من حقیقت گام میزنم. نماز یا خیلی خوابشون میبره کو مرا خیلی خوالویم ده خوالویم در نماز خوش مدت چون گوشه ده خیلی نیست. خیلی بابا تیاری نمیبینی منم خیلی گام میزنم. همین تا یا خیلی سرملکوت رفته است ده مرا خیلی در قطار و خیلی که حاجی یا پشت بالای گور تاجیکستان و تاجیکی خودش یه حاجی را دهی چیزا میکنه هیچی میگه مسئله برای ضعف شو میگه تاجیکی خودمون گام میزنم. خیلی یکی مسلمانو چی میگه؟ مسلمان مسجد امام مسجد چی میگه؟ پرسپیک میر مسجدی که پرزیدنت خودمون اومده بود، اردوغان اومده بود، پوتین اومده بود، تمام مفتیات و قاضیات و تمام دیندارا تمام دنیا اومده بود، همون مسجد هوی کرده بودن. همون مسجد ما حالا چه گام میزنم با شما مولا امام میگه همین خیلی استوده بمجد خیلی دعا کردم خیلی خوالو هم خیلی سرملکوت رفته استم که یک میگه که همون ملایم که واد ناش برات تاجیکستان بلوگر میگه حاجی محمد میگه دعا دلای بیا که چشم ما اثر میگه چی گفته سی همین میگم با که شما دعا کنید شما دعا نه میگه واد حاجی محمد از تاجیکستان گوستی ناش بلوگر میگه دعا دلای گاب زنه چیو کنی مسجدی کلانترینی روسیه دا ملایم گفته زمره یه خدا شاهد حاضر آمده قد شما صحبت کردید دعا دلت میگه همین قیمه که نه میگم خیلی
شما کنید نه میگه دستور برداشته ناش میگه حاجی محمد بلاگر تاجیکستان دعا دلت ماچیتی کلانترین چیدا بعد نماز بوندو خیب با اول یکی هوش در سرم زد خوب پرید همه چشمم مای سرم برو اومد چیکار کنم ایسو نگاه ببینم اوسو نگاه همه دست برداشته بعد منم سرش کردم دعای تاجیکی را سر کردم بردم آوردم همین جوانو را همین مردم همین تاجیک ازبک قرغیز قزاق چچنی گوش همش میارم یک تا میگم ملت ابراهیم خلیل الله میگم براتی همین اوورد برد الله اکبر کرده بعد هاوجا میدونی چی میگه که یا واد میگه ایت بلوگر میگه на лицо его блогер два сунна میگه نگاه دارم میبینم در چهره‌ام два сунна میگه два сунна пророк два сунна میگه دو تا سنتی میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلام دو تا میگه سنتش در همین دیده میشه میگه در همین چهره می دیده میشه یکی میگه روش دوی میگه تبسم هم دوستانم مرا گفت روز گفته بود شیطان ایروز اینگه که چی گفته است میگه که وقتی که همه حاجی رو میگه من دویم باشه دیده است میگه همه روش شم میبینید لبخند شم میبینم میگه این میگه باعث خوشحالی میگه چیزی که من میگم شما دا جوانای محترم خدا رو شاهد میبرم یا نویسنده میشه برای این زبان سخن گفتن در کار اینم خیلی چاله داره با دای دستش با چی داره خیلی تسبیح چی داره اوای برای چاله ولی ما سخن میکنیم انتظار شویم چاله باباش انتظار شویم ولی هر یک چیز سخن هر یک اینو دیدی اومدم دیدی و خیلی پوتونه دروز میکنه با پای بابا برو این گپ زنین کو هیچی ما گپ میزنم برو گپ زن خی برو تماشا بینم دارم با کمیتر انسان کمیتر نویسم دارم خدا نمیترسین خدا نمیترسین بابا سرم وایرون شد بابا ایتریش بابا جه بس کنیم پس زنی ملتی خطا بس کنیم پس زنی ملتا بس کنین این مردمی تاجیک هیچ یگم چچن یگم اینگوش یگم قرغیز قزاق نمیرسه کامنتر شما میرسه چی خب بعد میبینه بابا اختونو بعد میبینه پدر اختونو بعد میبینه بچه در مچید میگه دعا که تو بیا همجا داد بیا نگفتم میگه بابا رو از برو کنه ما گپی مادر بسیار نصیحت میکنم مادر رو بسیار گوش میکردم خاک پای مادر رو توتیا بگه با یک یادم مادر اول با میگه بابا اجا سر کرده رولیکو بابا هم خیلی بخوای تماشا کن نخوای بر یگم چیز دیگه رپ پیپ تماشا کن بر اخی مادر رو بگه ما زنگ زدن کار کردن گفتم بابا مو داک ما دعا کن چرا دبره ما گام میزنی خاک پای مادر رو توتیا ما یکی مادر یکی وطن یکی موسفیدورا یکی دوملهورا فرق نداره یک الف مرا نشون دادگی که یا الف نشون دادگی به مرا وای استاده همه شما حرمت احترام میکنم درباره دوملو ها ما حرمت خاک پاشون توتیا ما گپ نم سخن نمیکنم درباره دوملو برای کی دوملو تولد میشم از اون میگن در گوشکو وقتی که جون میبروه کو دوملو میبیا کفن میکنه بوم میره سری گرده اوید میخونه باید دوملو را بالا قاش بابا هیچ گپ میزنم بیا دوستی کنیم برادری کنیم هم دیگر فهمی کنیم مذاکره رو بخونیم در حق مادر در حق وطن در حق پدر در حق بابا در حق نواسا دعا کنیم غیبت نکنیم و جنگ جنجال نکنیم با در دای کمتر که یکم آدم خوب نبود یکم دوملو نبود که دعا کنه در مچید در هم بلوگر گفتن خیلی خدا خواست شید چیکار کنیم در حق تاجیکستان در حق تمام ملت ما در وجود دعا کردم تاجیکستان میرفتم تو میرفتی دعا میکردی خدا نگهبانتون باشه کم کم شوخیرم کم در کار کم وقتا را خوش گرفتن در کار باز هم چی گفتنی هستم آمدی ماه شریف رمضان و همه مردم سربلند تاجیکستان و همه مسلمان ها تبریک و تهنیت میگم خب در این ماه باید آشتی کنیم صلح و صلاح کنیم
میانمون سخت بندیم درباره آبادی وطن، درباره آبادی دیار، درباره خدمت مهاجران و مسافران مادرها. زنده و سربلند باشه. با شما بود حاجی محمد بابای بلاگر. زنده و سربلند باشه.